من نیما سرایدارپور 25 دی ماه سال 1403 از استودیو ایران فارکس در خدمت شما هستم. سلام. امروز روز پدره و خیلی خوشحالم که امروز روزیه که افتتاحیه استودیو ایران فارکس به همت دوستانم رقم خورد. یه تبریک جانانه میگم به تمام مردان سرزمینم که بالواقع در یک نبرد ناعادلانه در اقتصادی متزلزل سعی میکنن تا حداقل‌های زندگی رو برای خانواده خودشون تامین بکنن. دم شما گرم، واقعا دمتون گرم. امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید، سالم باشید و دست خدا روی شونه هاتون باشه. تمام سعیمون رو خواهیم کرد در ادامه و در ویدیوهای دیگه راههایی رو به شما آموزش بدیم تا بتونید در بورسی مانند بورس فارکس درآمدزایی داشته باشید، اما به شکل درست. شاید این آموزش ها برای بعضیا چند ماه و شاید یک سال هم طول بکشه. خودتون انتخاب میکنید که کی به اون جایگاهی رسیدید که میتونید حالا وارد چارچوب‌های واقعی این بورس بشید و شروع به معامله بکنید. نمیخوام خیلی طولانی صحبت بکنم، این اولین ویدیوهای ما هستش. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید. به امید دیدار.